اگه از غذاهای تکراری خسته شدی همراه هم باش تا یک کوکوی عدس فوق‌العاده خوشمزه درست کنی. شما احتیاج داریم به 1 لیوان عدس که 1 ساعت خیس می‌کنیم و با 2 لیوان آب می‌پزیم تا وقتی که آبش کشیده بشه و کاملا نرم بشه. 100 گرم گوشت چرخ کرده که با 1 دونه پیاز تفت میدیم و می‌پزیم. 1 دونه تخم مرغ، 2 قاشق پیاز داغ، 2 قاشق فلفل دلمه نگینی، 1 قاشق زرشک، نمک، فلفل زردچوبه و 1 قاشق پودر گل محمدی، 2 قاشق گردوی نگینی، 3 تا سیب زمینی که با رنده ریز رنده می کنیم. عدس کاملا پخته و آبش کشیده شده و از داغی افتاده. حالا گوشت تفت داده شده رو بهش اضافه می کنیم. گردو، پیاز داغ، زرشک و ادویه ها. یه تخم مرغ هم بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. اگه احساس کردین موادتون چسبندگی لازم رو نداره میتونید یه تخم مرغ دیگه هم بهش اضافه کنید. خوشحال میشم ویدیومو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید که قراره از این به بعد کلی غذا و شیرینی و دسر خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. داخل تابه 3 قاشق روغن مایه میریزیم. نمک و زردچوبه هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی حرارت تا کمی گرم بشه. سیب زمینی ها رو ریز رنده کردیم و کامل آبش رو گرفتیم. ته تابه به صورت یک دست پخش میکنیم. اگه نظری یا پیشنهادی دارین داخل کامنت ها لطفاً برام بنویسین. مواد کوکو رو روی سیب زمینی ها میریزیم و با 1 قاشق قشنگ فشردش میکنیم. فلفل دلمه‌ای ها رو هم روی کوکو اضافه میکنیم و در تابه رو میذاریم. تابه رو میذاریم روی حرارت ملایم تا یه طرفش سرخ بشه و کوکو خودش رو بگیره. غذامون آماده است، به دلخواه تزیین میکنیم و نوش جان.